حامد طهماسبی، مشهد مقدس. واقعا میشه هفته ها روش صحبت کرد. 1372 مهندسی مکانیک خوندم. اجازه ندادم چشمشو تخلیه بکنم و اینها اصرار کردن که الان باید بشه، رضایت شما شرط نیست. در حال حاضر مزون لباس زنانه دارم، مجرد هستم. آقای طهماسبی چه اتفاقی افتاد؟ خدمت شما عرض کنم که 11/6/1392 بود که مصادف بود با شهادت امام صادق علیه السلام. ظهر شهادت بود. من توی خونه مشغول نهار که بودیم با داداشم یک کوچولو بحثم شد و تصمیم گرفتم برای اینکه توی اون محیط ناراحت کننده نباشم و نمونم برم توی حیاط و ماشین پدرم رو بشورم. رفتم بیرون، ماشین انگار تو حیاط رفتم ماشین بابا رو بشورم. بعد از اونجایی که رشته ورزشی من دوچرخه سواری حرفه‌ای بود چشمم به دوچرخه خودم افتاد، گفتم بذار دوچرخه خودم به صفایی بدم. شب قبل این ماجرا هم من چون داشتم آماده می شدم برای انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری، شب قبل این ماجرا رفته بودم یه سری تجهیزات جدید برای خودم گرفته بودم که اونا رو محک بزنم تست کنم. شما در سطح استان دوچرخه سواری رو داشتید مدالشو؟ نتونسته بودم هنوز قهرمانیشو بگیرم، اما خب به شدت داشتم حرفه‌ای تمرین میکردم و مطمئن بودم برای انتخابی تیم ملی میتونستم خیلی موفق بشم. یهو اصلا نمیدونم چی شد، من قصد تمرین نداشتم، یهو تصمیم گرفتم که از خونه بزنم بیرون و برم تمرین کنم با تجهیزات جدیدی که برای خودم آوردم، محک بزنم، تست کنم، رکاب بزنم. رفتم بالا و کولامو برداشتم و لباسامو پوشیدم و اون تجهیزات کامل، کلاه ایمنی، دستکش، ساعد، زانو، همه اینا رو اوکی کردم و یه سری یک نوشیدنی آب و کراتین هم استفاده کردم، یه سری میوه و یه سری قندم تو ساکم گذاشتم و رفتم. اومدم تو حیاط که برم، مامانم اومد روی ایوون حیاط و گفتش که حامد امروز نمیخواد بری، میخوام بریم خونه مادر بزرگت. من گفتم میرم زود برمیگردم دیگه، حالا که حاضر شدم دیگه، لباسا رو پوشیدم و اون هیبت و اینا رو استفاده کردم پوشیدم، میرم زود برمیگردم. تو همون همین پدرم هم اومد روی ایوون و گفتش که حامد نمیخواد بری. گفتم بابا برم باز زود برمیگردم. چرا اصرار میکردن که نرین؟ نمیدونم، شاید مثلا میگفتم با این هیبت توی اون روز بیرون نرم چون ظهر شهادت بود، شاید از این بابت. هیبت یعنی لباس؟ اون هیبت مثلا لباسای دوچرخه سواری جوری بود که شب رنگ داشت، زرق و برق داشت، مثلا شاید مناسب نمیشه. رنگ و رنگ و شاد و این هاست. آره البته من اینجوری فکر میکنم، شایدم نمیدونم به دلشون افتاده بود. پدرم گفتش بس این مبلغ رو هم بگیر که بندازی صدقه. کلیدم به هم دادن که اگه زودتر از اون رسیدم پشت درنم. بعد گفتم چشم و فرو گرفتم و که بندازم صدقه. طبق همون عادتی که از بچگی داشتم آیت الکرسی رو خوندم، دعای سفر رو خوندم، شروع کردم به رکاب زدن و از خونه رفتم بیرون. 5 متری که رکاب زدم توی دل خودم هم یه شوری افتاد که حامد امروز نرو بیرون. باز از درون یک صحبت دیگه انگار خودم با خودم کردم که بابا میرم تمرین میکنم برمیگردم دیگه، حالا که حاضر شدم. رفتم جلوتر، صندوق صدقات بود، اون مبلغی که پدرم داده بود صدقه انداختم و باز توی ذهنم هی مرور میشد امروز نرو بیرون و من به حرف دلم نمیکردم و ادامه دادم. حدود 800 متری رو رکاب زدم. صدای نوحه ایستگاه صلواتی رو شنیدم که مربوط به همون ظهر شهادت امام صادق علیه السلام بود. ترافیک بود و داشت چای شیرین میداد. منم توی همون خواه ناخواه توی همون پشت ترافیک که بودم ایستگاه صلواتی رو میدیدم و نگاه های خاص مردم نسبت به خودم. مردم خوب نگاه نمی کردن، حالا یا به خاطر هیبتم بود یا به خاطر زرق و برق لباسام بود یا به خاطر فکر میکردم مثلا تفریح دارم میکنم، نمیدونم. مردم نگاه خوبی نداشتن. ترافیک تموم شد و ایستگاه صلواتی که ازش گذشتم، شروع کردم به مسیرم ادامه دادن.
و باز دوباره تو دلم خب حامد مردم چی دیدی چجوری نگات میکردن، نمیخواد بری برگرد خونه. باز حریف خودم نشدم و گفتم بابا من کاری نمیخوام بکنم، نه تفریحی نه بی احترامی، هیچ چیزی رو تمرین میخوام بکنم برمیگردم. دیگه شروع کردم به رفتن. از خونه ما تا محل تمرین ما حدود 22 کیلومتر بود، سرایی ترقبه مشهد. حین مسیر که رفتم به سراحی ترقبه که رسیدم، یک سگ ولگردی که همیشه توی اون مسیر وقتی که من اون سگ رو میدیدم یه غذایی بهش میدادم، یه جوشایی باش رفیق شده بودم، اونم با من رفیق شده بود. اون سگ اومد دنبالم، من هم انگار دوچرخه رو نگه داشتم و تو کیفم چیزی که به دردش بخوره پیدا نکردم جز قند رو به سگ دادم و شروع کردم به ادامه رکاب زدن. یه چند متری که رفتم دیدم سگ باز دوباره دنبالم داره میاد. دیگه بهش توجهی نکردم و هی سرعت رکابم رو بیشتر کردم و بیشتر و تندتر رکاب زدم. انقدر این کار رو تکرار کردم و سگم دنبالم میومد، سرعتم رو زیاد کردم تا از خیر من بگذر و دیگه دنبالم نیاد. حدود 3-4 کیلومتری که رفتم 3 تا موتور سوار بودن، 2 پشته، یکیشون که از جلو ویراج میداد، 2 تاشون پشت سرم بودن و اینها میخندیدن و قصدشون اذیت کردن بود. یک پسگردنی خیلی محکم و آبدار به پشت سر من زدن، طوری بود که من خیلی پسگردنی خورده بودم توی این دوچرخه سواری که کار میکردم. ولی تا حالا دوچرخه سواری رو پسگردنی متاسفانه آره یک فرهنگ ناجوری بود که من توی این چند سالی که دوچرخه سواری کار میکردم کلاهمو چند مرتبه دزدیدن، پسگردنی محکم جوار خوردم. موتور سوارا و دوچرخه سوارا خیلی اذیت میکردن، کاری بهش نداشتم. خلاصه من تا حالا خیلی پسگردنی خورده بودم ولی هیچ بارش رو زمین نخورده بودم. اون روز به شدت خوردم زمین، خیلی ناجور. و بعد این 3 تا موتور سوار اون جلو ویراژ دادن، اون جلوی من یک کمی خندیدن و مسخره بازی در آوردن و یه جوری به هم نگاه کردن که چیه بازم کتک میخوای فلان. من اصلا کاری نداشتم به هیچ کسی. خلاصه گفتم نه، اتفاقا ویتامین پی بدنم کم شده بود و پسگردنی لازم بودم، برید سر خود. ولی خیلی از نظر روحی خیلی شکسته شده بودم، خیلی ناراحت بودم که انقدر حقیرانه یه سری جلوم وایسن و مثلا عزتم کردن و فحش دادن و ناسزا گفتن و خندیدن. یعنی هر چی انرژی داشتم کلا مثلا کنفرکون شد و کلا به قول مشهدی‌ها وا رفتم. دیگه تصمیم گرفتم ادامه مسیر رو نرم. یک مقداری که رکاب زدم رفتم جلوتر از امامزاده یاسر ناصر، از اونجا تصمیم گرفتم که برگردم برم مشهد و خونه، چون انرژی من واقعا تخلیه شده بود، خیلی ناراحت بودم. ما دوچرخه سواری کلا وقتی که تو شهر میرسیم یا خود من همیشه تو شهر که بودم کلاه رو برمی داشتم، کلاه ایمنی از سرمو میذاشتم رو دسته دوچرخه سوار، تو دسته دوچرخه. اون روز انقدر که من وا رفته بودم و ناراحت بودم و بی انرژی بودم، کلاه رو سرم نگه داشتم و دستامو اینجوری حائل کردم روی دسته دوچرخه و انگار با آرامش و با استراحت و بدون انرژی رکاب زدم. سرعتی هم نداشتم. رسیدم به سراحی مشهد ترقبه شاندیز و راه مشهد رو رفتم. یک حدود 2-3 دقیقه رکاب زدم با همون استایل بی انرژی خودم. بعد انگار حین مسیر دوراهی کوثر بود، به انگار سمت راست میرفتم کوثر، مستقیم که همون راسته وکیل آباد بود. من چون مستقیم میخواستم برم مجبور بودم استایل و پوزیشنم رو درست کردم و برای اینکه ماشینای پشتم اذیت نشن سرعتمو بردم بالا. چون من میخواستم مستقیم برم، ماشینایی که از پشت انگار میخواستم برن دست راست، راهنما به چپ رو هم زدم که مزاحم کسی نباشم، سرعتم بالا بود و مسیرم ادامه دادم.
تا اینکه دقیقاً همون محدوده دوراهی کوثر و وکیل آباد یک تاکسی پیکان از پشت منو زیر گرفت و نه از پشت منو انگار به هم ضربه، از پشت به من ضربه نداد، از بغل به من ضربه زد. اینجوری دوچرخه‌ام که از صحنه تصادف کلا منحرف شد، جای دیگه رفت و خودم طبق چیزی که بعدها، حالا کاری به تجربیاتم ندارم، طبق چیزی که بعدها توی کروکی پلیس خوندم، حدود 50 متر منو زیر ماشینش میکشه و همینطور به جای اینکه ترمز بگیره هول میشه، بنده خدا گاز میگیره و انقدر میره منم زیر ماشینش. یعنی انگار این قسمت جلوی من روی آسفالت، کوله و پشت من به سپر ماشینش رو اینا گیر میکنه. چون زیر سپر جلو صورتتون روی آسفالته و جلوی تمام بدنم و صورتم روی آسفالت، پشتم هم که زیر ماشین و کوله پشتی هم به سپرش ظاهرا گیر کرده بود. و صورت 50 متر روی آسفالت کشیده میشه، ساییده میشه. صورت بیشتر ضربه میخوره طبق کروکی پلیس، ولی تمام بدنم انگار ساییده میشه و لباسام آتیش میگیره. لباسا آتیش میگیره؟ آره، کوله پشتیم آتیش میگیره و اینها هم که تماما ساییده میشه، با اینکه لباسای دوچرخه سواری لباسای خیلی مقاوم. بعد همینطور این 50 متر که منو میکشونه به یک بلوکه‌ای برخورد میکنه ماشین و سر و صورت من بین بلوکه و سپر ماشین پرس میشه، خودم هم که کامل زیر ماشین. میتونم بهتون بگم که بویایی کلن هیچ، دوتا چشم کلن بیرون زده، جمجمه ها چپ راست پایین بالا تمام خورد شده، استخونای پیشانی تمام خورد شده. یعنی یک چیزی که حتی در اون لحظه هر فردی که اون صحنه رو میدید و دیده بود یا بی اندازه متأثر و خیلی از خود بی خود شده بود یا از حال رفته بود. به شدت درد توی قفسه سینه‌ام داشتم، به شدت نفس تنگی داشتم و تمام صورتم منفجر شده بود و خیلی دردهای جسمانی زیادی رو تحمل می‌کردم. و جالب اینه که تمام لحظات رو من به هوش بودم قبل از اینکه دقایقی که از دنیا رفتم و از کالبد جسمانی خارج شدم. دقیقاً میفهمیدم بالای سرم یه عده دارن جیغ میزنن، یه عده دنبال کپسول آتش نشانی میگشتن تا من انگار از زیر ماشین آزاد بشم. تو همون حین دقیقاً یادم وقتی که ماشین رو به عقب هل دادم و جسم من آزاد شد، چندین نفر قش کردن، چندین نفر جیغای بی امان، اصلا یک حس و حال خیلی بدی رخ داد که من همونجا فکر میکردم که دیگه شاید واقعا عمری به دنیا نداشته باشم. شما چطور متوجه این؟ کامل میشنیدم، فقط فعلا با شنیدن هست؟ همه چی کامل میشنیدم. دیدار نداری، تاریکیه، فقط شنیدن هست. فقط گوشا کار میکنه. بعد همون حین همسر آقای راننده هم یادمه که قش میکنه و میبرنش بیمارستان، اون بنده خدا هم بعدها. اینم با شنیدار متوجه شدیم؟ با شنیدار و بعدم که خودم دیدم منظورم اینه که وقتی از جسمم خارج شده بودم. بله. متوجه شدم مردم دارن بالای سرم پول میندازن، سکه میندازن و یه جور بعضیا مثلا میگن خدا رحمتش کنه، یکی میگه اشهد براش بخورد، یکی میگه اورژانس زنگ زده، یکی میگه نمیمونه عمرش به دنیا نیستش. هر کسی خلاصه یک چیزی میگفتش که من همش حالم بدتر میشد، همش ترسم بیشتر میشد، همش استرس و نگرانی هام بیشتر میشد. خواهش میکنم اگر بنا هست صدقه‌ای یا به تصور خودتون کفاره ای رو در چنین شرایطی هزینه کنید، لطفاً روی پیکر فرد این پول رو پرتاب نکنید، چه بسا او هنوز در تلاش برای بقای در بدن هست و روحیه او رو به شدت از او میگیریم و کمک میکنیم به تسلیم شدن و خروج از بدن. بله همینطور که میفرمایید توی همین لحظات بود که من فهمیدم که چه وضع ناامید کننده و وخیمی دارم. تو همون حین بود که تصمیم گرفتم اشهدمو بخونم که همه چی به یک باره تغییر کرد. اصلا دردهای جسمانی من دیگه به کنار، از این لحظه تا
یکی دو دقیقه که میخوام بگم فقط مربوط به جون دادن من بود که به شدت سخت و به شدت عذاب‌آور و دردناک بود که حکمتش رو هم نمیدونم چرا اینقدر سخت و دردناک من جون دادم. توی همون حین که تصمیم گرفتم اشهد رو بخونم، یک جاذبه نیمه بالای انگار از این قسمت به بالای بدن من رو به سمت بالا میکشید و یک جاذبه از این قسمت به پایین بدن من رو به سمت پایین. یه حالت اینجوری فرض کنید بخواید حالت الا کلنگی شد. آره بکشن و به شدت همراه با درد که اصلا قابل توصیف نیست. و باز همین رو تجسم کنید که از نوک پای، انگار از نوک شست پای من میخ فولادی فرو بکنن پشت سر هم و هی ادامه پیدا کنه صدها میخ فرو بکنن توی بدن من و بیاد تا انگار پیشانی و سر من. خیلی لحظات پر درد و پر مشقت و پر عذابی برام بود. همه اینایی که گفتم باز به علاوه این که در بدنی که سر تا پا زخمی بود. اصلا دیگه من درد جسمی اصلا دیگه متوجهش نبودم، فقط از این بابت میگم این درد مربوط به جون دادن بود که بعدش رو قشنگ میدونم چی به چیه. بله. و باز با همین دردهایی که خدمتتون عرض کردم تمام جسم من همه اینها توی یک لحظه خیلی گسترده اتفاق میافتاد. تمام جسم من بخوام تشبیهانه بگم اینجوری بود که تمام جسم من شبیه به یک شلاقی باشه که یک سرش به آسمان وصل باشه و یک سرش به پایین و از آسمان اینطوری با جسم من شلاق خورده بشه به زمین. بخوام تشبیهانش بگم اینجوری. هر باری که به حالت شلاق از آسمان به زمین میخورد جسم من، تمام اعمال، کارها، رفتارها و مهربونیها و حتی کارهای خوب این 20 سال زندگی من از جلوی چشمم رد میشد. کارهای خوب من، نمیدونم هیچ وقت حکمت این جون دادن سخت من چی بود. به شدت ضربه میخورد به زمین و به شدت دردهای عجیب و غریب، دردهای غیر قابل توصیف رو حس میکردم و همه اینا همزمان و هزاران وقایع همزمان و یک لحظه فرض کنید. و کارهای بد این عمر 20 سالم، نامهربونی ها، دل شکوندن ها، اوصاف بد، شیطنت ها، غرور، هر صفت بدی که توی این عمر 20 سالم داشتم وقتی از جلوی چشمم رد شد که این هیبت من وقتی که به زمین میخورد در قالب شلاقگونه دیگه جسمم هم تکه تکه میشد، پر از درد، پر از عذاب، پر از سختی، لحظات خیلی سخت. و هر باری که این جسم مثال شلاق به زمین میخورد هر تکه از بدن من یه جایی میافتاد که اینجوری بخوام بگم انگار بهش تعلق داشتم. شما دیگه الان حرکت یک جسم رو میدیدین، جسم خودتون رو، یا ما داریم چیزایی که وارد به روح میشه رو میشنویم؟ هنوز من روح از بدنم خارج نشده. خب ولی جسم در منظر مردم که روی زمین بود. آره. اون چیزی که میره بالا و میاد میخوره زمین اگر جسم باشه، همین جسم خودم و همین انگار هیبت خودم قبل تصادف. یک جسم هیبت قبل از تصادف خودتون. آره. یعنی حامد بدن سالم حامد. آره من هنوز انگار دارم فقط جون دادنمو میگم. بله شما میدیدین که حامد تصادف نکرده بالا میره و زمین. آره مثل یک شلاق از آسمان به زمین بس میشد و اینجوری به زمین میخورد. کارهای خوبش که از جلوی چشمش رد میشد همراه با عذاب و درد بود. کارهای بدش هم که الان خدمتتون گفتم انگار هر تکه از بدنم یک جایی میافتاد، یک جایی پرت میشد که بهش تعلق داشتم. مثلا همین تعلق کار کردی، یعنی میافتاد یه جایی که یک قسمت از بدن اونجا کاری انجام داده بود. آره دوستش داشتم، جزء
زیبایی های دنیاییم بود، جزء اهداف دنیاییم بود، جزء تمایلات دنیاییم بود. مثل چی؟ مثل همین صورت. من خیلی به صورتم میرسیدم. من یک شخصیتی داشتم که وقتی یه جوش خیلی کوچیک روی پیشانیم بینیم میزد کلاً یه هفته از خونه بیرون نمیرفتم. من تصاویر پیش از تصادف رو دیدم، چهره زیبایی داشتیم. خیلی تمایلات داشتم به زیبایی صورتم، به شیک بودنم، به اندامم، به همه این چیزا. قدتون چقدره؟ 185. بله، بلند قدم هستید و سلامت ورزشکار و زیبا و بله. بزرگوارید شما. بعد وقتی کارهای عذاب آور مرور میشد توی خاطرم و هر تکه از بدنم وقتی که به سال شلاق به زمین میخورد و یه جا پخش میشد، مثلا همین پای اول صورتمو بگم که الان حرفش بود، صورتم رو دقیقاً توی آرایشگاهی میدیدم که همیشه اونجا میرفتم موهامو اسلامی کردم، مرتب میکردم، تاف میزنم موهامو، از اینجور کارا. و جالب اینه که صورت و سرمو، حالا امیدوارم که گفتنش بد نباشه، اما صورت و سرمو دقیقاً روبروی خودم جلوی خودم میدیدم که توی آینه که جسم انگار سر از جسم جداست. همچنین پاهامو جلوی آینه قرار گرفته بود رو به خودتون. دقیقاً. و بدن بی سر اونجا داره به سر نگاه میکنه. دقیقاً. و به من گفتید که با اینکه تن من سر نداشت اما همین تن بی سر داشت اون صورت بی تن رو نگاه میکرد. اینا دقیقاً این لحظات شاید به 1 میلیاردون ثانیه هم نباشه، اما دقیقاً تمام اینها رو همه اتفاق میفته. مثلا یه دونه پام توی ایستگاه اتوبوسی بود که میرفتم دانشگاه، یه پام روی رکاب دوچرخه‌ام بود میدیدم، دستام رو یادم نیستش اما یک حالتی شبیه به بیرون بودن از آب، ولی نمیدونم دقیق دستام رو دقیق نمیدونم چی بود. و فقط سینه من بود که در قسمت سانحه تصادف مونده بود. و میخواستن پیامی به شما بدن با این نمایش ها؟ چیزی که من حس کردم، چیزی که من برداشت کردم اینجوری بود که حامد همه اینها رو خودمون به زیباترین نحو بهت دادیم، الان میخوایم ازت بگیریم. ببینید بخوام دلی خودمونیشو بگم، یه جوری بود که انگار من حس میکردم خدا تمام عظمت، بزرگی، زیبایی هاشو داره به رخم میکشه و تو هیچی نیستی. این درک من از اون لحظات بود. همه این اتفاقا که افتاد، این اتفاقا که تموم شد، مربوط به جون دادن من بود که توی همون حین یک چیزای درونم به وجود اومد که انگار خداوند بیاد به مأمور قبض روحش بگه که این حامد منه، سپردیمش به تو، هواشو داشته باش، باهاش مهربون باش. در حالی که تو دلت اینجوری بود که انقدر منو اذیت کردی، انقدر عذابم دادی، انقدر سختی بهم دادی، انقدر تحقیرم کردی. این درک من ها، وگرنه که خداوند حالا داری میگی به بندم که مهربون باش با من. تو همون حین که این پیامو دریافت کردم که انگار یک نفر که بالا دستیه منو داره به پایین دستی میسپره و میگه باهاش مهربون باش، همون حین یک نفس عمیق زدم و دیگه از این لحظه بعد هر چی که میخوام بگم مربوط به دنیای پس از مرگ هست که روح هم از کالبد جسمانیم جدا میشه. یک نفس عمیق و تازه برمیگرده.
خب رسیدیم به مرحله خروج از بدن. بله، تا اینجا که من هرچی گفتم مربوط به همون جون دادن خیلی سخت من بود، خیلی سخت. اما حالا از اینجا به بعد هرچی که میخوام بگم خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. سختی هم داره، حالا اونو هم میگم، اما خوشگلیاش میچره به سختی‌ها و زشتیاش. و تجربه‌ام بسیار عمیقه، خیلی عمیقه. فقط 3 تا از اونایی که خیلی باهاش بیشتر حال کردم، خیلی بیشتر دوستش داشتم و براتون میگم. وقتی که روح از جسم من خارج شد، دقیقاً از قسمت سینه من خارج شد، روح به یک فاصله تقریباً شاید حدود 3 تا 4 متر دقیقاً پیکر خودم رو میدیدم و طوری که ایستاده بودم مثل یک حامد ایستاده بود. پیکر خودم رو میدیدم. و این حامد بالایی بدن داشت یا یک نگاه بود؟ نگاه بود، بدن نبود. وقتی که انگار روح از قسمت سینه داشت خارج میشد، اگه بخوام تشبیه بکنم مثل یک استشمام بوی خوب، مثل یک مه صبحگاهی، یک همچین چیزی اومد تو تصورات. بعد که اومد بالا، تقریبا 3 تا 4 متر اومد بالا، اینجوری ایستاده ولی فقط نگاه. دور تا دور و قشنگ مسلط بودم، میفهمیدم چی میشه، جسم خودم رو میدیدم، حتی صورت غرق در خون، کوله آتیش گرفته، وسایل کوله پشتی که داره دزدیده میشه توسط دزد. اونجا یه دزد شما میدیدین که داره کولتون رو میدزده؟ آره، دزد مهربون داشت وسایل کوله منو برمی داشت. چرا مهربون؟ چون اگه همون وسایل میبون دیگه دوستشون زیاد نداشتم، یا حداقل هیچ وقت نمیذاشتم دیگه اون وسایل رو مادرم ببینه. تجهیزاتی که توی کوله من بود، یک دونه تبلت بود، یک دونه گوشی بود، یک دونه فلش بود و هر چی که من داشتم از خودم توی همون کوله بود. یعنی چیزایی که دوست داشتم توی کوله بود. اینا رو داشت میتازید. راننده تاکسی رو میدیدم، خانومش رو میدیدم که اونجا بهتون یادتونه گفتم که قشنگ، و اینجا خودم قشنگ دیدمش. دور تا دورم آدما هر کار میکردن میدیدم، میفهمیدم. پدر و مادر خودم که مسجد از زهرا طلاب بودن، پدر و مادر خودم رو دیدم. شما در حالی که 4 متر بالاتر از جسد قرار داشتین در بلوار وکیل‌آباد، پدر و مادر رو در طلاب دیدین؟ بله، اصلا هزاران اتفاق همزمان، به هر چیزی که اراده میکردی میتونستی درک کنی، بفهم. محله طلاب و بلوار وکیل‌آباد کیلومترها از هم دور هستن. میشه گفت که اصلا در 2 سمت شهر قرار دارن. حدود 30 کیلومتر تا 32 کیلومتر. بله، بیش از 30 کیلومتر فاصله دارن. بله. یک بخش کوچیکی از زندگی آقای راننده که تاکسی داشت اونو دیدم و حتی قبل اینکه به من برخورد کنه در حال دعوا و مشاجره با خانومش بود و تو ماشین 1-2 نفر دیگه آقا بودن. این بزرگواران رو دیدم. گذشته راننده‌ای که شما رو زده بود و اون لحظه‌ای که شما رو زده بود قبلش رو دیدین؟ اون روز کلا راننده همونجور که روز من نبود، اما من از این که روز من نبود خیلی خوشحالم. همیشه هم گفتم از تصادفم به شدت خوشحالم. حالا بعداً دلیلشو میگید چرا؟ آره، بخشی از زندگی آقای راننده رو دیدم. آدمایی که اونجا بودن دیدم، در خاطرم اومد ولی خب الان یادم نیست، ولی دقیقاً اشراف داشتم به همه آدما. میفهمیدم که هدفشون چیه، کارشون چیه، همه چیشون رو میفهمیدم. یک آقایی بالای جسم من بود، یک خانومی هم بالای جسم من بود. زندگی این دو عزیز رو من دیدم. یه خانوم بود و یه آقا بود، داشتن انگار به قلب من ضربه وارد می‌کرد یا به اصطلاح همون شوک می‌زدن. دلم می‌خواست منم این کار رو بکنم، دلم می‌خواست منم خودم رو احیا بکنم، اما هیچ کاری نمی‌تونستم بکنم. پر از ترس بودم، پر از نگرانی، پر از استرس و حسرت بودم که همزمان به خیلی چیزا احاطه داشتم.
حتی یادم اون خانومی که داشتش بالای سر من فکر میکنم شوک قلبی میداد، انشالله هر جا که هستن سلامت و تندرست باشن. یادمه که بخشی از زندگیش این بود که 2 دختر داشت و اون 2 دخترش رو توی گاز گرفتگی از دست داده بود. بله. و همزمان هزاران و من اینو خیلی میگم چون واقعا میدونم درکش برای هر کسی سخته، اما اینو خیلی تاکید میکنم، همزمان هزاران واقعه به صورت لحظه‌ای و همزمان اتفاق میافتاد. از این قسمت که بخوام ببرم مثلا یه قسمت دیگر رو به مردم بگم، من به صورت انگار همین حالت اینجوری مانند یک حالت همون تونل مانند رو میدیدم، به قدری زیبا، آبی اما آبی نبود، فکر میکردی جنسش آبه اما از آب نبود، فقط میتونی بگی به شدت زیبا، خیلی زیبا، خیلی زیبا. اینها رو هم همزمان میدیدم و باز نگاهم افتاد به جسم خودم. تو اون لحظات خیلی سعی میکردم که نذارم دزده از من چیزی بدزده، یا خیلی میرفتم سعی میکردم که به خودم شوک بدم، خیلی از اینجور تلاشا میکردم اما موفق نبودم. از اون دزدم چیزی دیدین؟ چهرهش تا حدودی یادم هست، مونده تو خاطرم. گذشته زندگیش؟ اونجا خیلی از گذشته ها و زندگی ها رو میدیدی و اصلا خیلی زیاد، مثل این میمونه که یک اقیانوس خیلی عظیم و در اختیارت بذارن اونجا، بعد که برمیگردی همون یه قطره‌ش رو فقط به تو حافظت نگه داشته باشه. اینجوری بود. ولی خب آره چهرهش تو خاطرم هست. یعنی اگه پلیس مشهد، آگاهی مشهد کمک کنه میتونید حتی چهره نگاریش کنید؟ میتونم، اما خب این کارو نمی‌کنم. ضمن اینکه دوچرخه من رو هم سر تصادف، دوچرخه‌ای که خیلی سالها براش زحمت کشیده بودم از نظر مالی که بتونم تهیه کنم، دوچرخه‌ام رو هم دزدیدن. همزمان هزاران واقعه اتفاق میافتاد، هم اون نور بود، هم جسم خودم بود، هم مردم بودن، هم گذشته خودم بود، هم اعمال خودم بود، هم پدر و مادرم بود، هم چیزایی که دوست داشتم، خیلی چیزا همزمان که بخش چند تا از قسمتاشو میگم. من 3 دسته‌بندی کلی کنم: 1 دنیای فیزیکی، 2 گذشته شما که در زمان قرار داشت ولی الان نه، الان در اختیار بود، و 3 یک تونلی که بنا بود شما رو به فضای دیگه و جای دیگه ببره. آره، اون قسمتی که من میخواستم به سمت انتهای تونل برم، الان تونل نمیگم، میدونید تو تصوراتم اینجوریه که یه حالتی مثل کهکشان راه شیری رو شما در نظر بگیرید. بله. که یکی منظومه های شمسی، یکی ستاره ها بشه هر کدومش یک ایستگاه از زندگی من در قبل از اینکه تصادف بکنم. اینجوری بود. یعنی یک چیزی که پیچیدگی داشت، مارپیچگونه جلو میرفت و نه مارپیچگونه جلو نمیرفت. تو تصوراتم اینه که یک حالت تونل مانند به سمت جلو، انتها یک نور و به شدت زیبایی های بی‌وصف که اصلا زیبایی هاش قابل گفتن نیست، و در همین مسیری که داره طی میشه، حالا میگم چجوری من تو اون مسیر رفتم، داره طی میشه، تو ایستگاه های مختلفی از نور رو، از روشنایی و از زیبایی یا زشتی رو میدیدی. اینجوری بود تو تصورات. من خیلی به جسمم نگاه میکردم، خیلی سعی میکردم به جسمم وارد بشم، خیلی سعی میکردم برم داخل جسمم بخوابم، موفق نبودم. توی همین حین‌ها بود که فضای تصادف رو از خاطرم انگار بردم و دیدم از دور، من اسمش رو گذاشتم هیبت نورانی. دیدم از دور یک هیبت نورانی به شدت جذاب، به شدت باوقار، به شدت خوشتیپ، به شدت فوق‌العاده زیبا داره به سمت جسم من نزدیک میشه و خودم هم میدیدمش.
نزدیکتر شد. ابتدا ازش میترسیدم، خیلی میترسیدم. بذارید خودمونی عامیانش بگم. فرض کنید میگفت باهات کاری ندارم، باز من میترسیدم. میگفت من مهربونم، میترسیدم. میخواست بنگار نوازش بکنه منو، باز میترسیدم. وقتی دید من خیلی دارم ازش میترسم و فلان و از این جور حرفا، رفت روی جسم من و یکی دید من خیلی تعلق دارم به جسمم، خیلی جسمم رو دوست دارم، بی نهایت جسمم رو دوست داشتم و دوست داشتم برگردم کلا به اون دنیا، به همین دنیا. شروع کرد به نوازش کردن سرم، صورتم، شروع کرد انگار تمام اون خونایی که روی سر من بود، تمام اون چهره‌ای که از می‌دیدم چهره واقعی خودم که این صورت له شده بود، متلاشی شده بود، نه چشم بود، نه فک، نه بینی، نه دندون، هیچی نبود. یه مقوای خونی بود با موی با 2 گوش لوله شده. یکی یکی اینا رو نوازش کرد، خونه رو داد کنار، همه چی رو زیبا برام کرد، زیبا، در حدی که من فکر کردم خوب شدم. هی باز دوباره رفتم سعی کردم روی بدنم بخوابم، دیدم نمیشه، پهلو شدم، نشد. هر کار میکردم نمیشد. خیلی تعلق داشتم به جسمم. تمام کبودیای سینه‌م رو رفع کرد، تمام دردا و زخمای پاهام رو رفع کرد. یعنی به طور کلی از اون حامد قبل منو بهتر کرد که به خودم افتخار کردم، غرور باز دوباره برم داشت و حس کردم که من از این الان برترم. به همون هیبت نورانی که من کلا خودمونی میخوام صحبت کنم، میگفتم چه کار کردی؟ چه جوری خوبم کردی؟ تو کی هستی؟ فرض کنید بهش میگفتم تو کی هستی؟ بهش میگفت من همه ام. اسمت چیه؟ تموم اسمم. اینجا کجاست؟ اینجا همه جاست. من چی میدونم؟ همه چی میدونی. چرا هیچی نمیدونم؟ چون خیلی چیزا میدونی. دادم بهش میگفتم که تو خدایی؟ میگفت نه من خدا نیستم. اونجا برام خدا رو توصیف کرد که خدا مهربان ترین مهربانانه و هرگز قرار نیست تو آتش جهنم بسوزی. یعنی من جهنمی نیستم، تموم کارات جهنمه. من تو بهشت میرم، تموم کارهای بدت جهنمه. من تو بهشت میرم، تموم کارهای خوبت بهشته. منو کجا میبرید؟ همه جا. و از این لحظه به بعد من انگار توی مسیر نورانی اون تونل مانند یا کهکشان راه شیری به اتفاق هیبت نورانی بودم، پر از زیبایی ها، پر از شور و شعف و شوق و پر از حس و حال خوب. انقدر زیبا بود که با خودت میگفتی اصلا چرا برگردم به جسمم؟ اینجا که خیلی زیباست، اینجا که خیلی عاشقانه داره هیبت نورانی نگاه میکنه، اینجا که خیلی حسش خوبه. تو این مسیر زیبا، پر از شور، پر از شعف، پر از عشق و حال، پر از نور و روشنایی، پر از حس و حال خوب که قرار داشتیم، همزمان تمام اتفاقات خوب زندگی، اتفاقات بد زندگی و خیلی چیزایی که جون دادن برات اتفاق افتاده بود اینجا هم اتفاق افتاد. اینها رو نمیخوام بگم، 3 تا از خوشگلاش. هیبت نورانی منو به یه ایستگاهی از زندگیم برد. من حدود فکر میکنم 10 سالم بود. توی یک حسینیه‌ای بودم، حسینیه امام حسن مجتبی بود اسمش. یک مرد مسنی از حسینیه داشت میرفت بیرون و دنبال کفشش میگشت. من یک کار خیلی کوچیک کردم و کفش اون مرد مسن رو پیدا کردم و جلوی پاش جفت کردم. اون مرد مسن به هم گفت درد نبینه پاهات جوون. تموم شد و رفت. اینو به من کفششو گم کرده بود. آره. این کار منو توی دنیا بهم نشون دادن و برام بازش کردن، برام به تصویر کشیدن و منو بردن به هر عاملی که دخیل در تولید اون کفش بود. هر کسایی که در تولید اون کفش دخیل بودن. یادم منو بردم به زندگی
اون آقای کفش فروشی که کفش این مرد مسن از اونجا خریداری شده بود که توسط پسر مرد مسن هم خریداری شده بود. من آوردم به زندگی اون کفش فروش. زندگی این بزرگوار رو که به من نشون دادن اینجوری بود که یک پارچه یا یک سفره پهن کرده بودن و اعضای خونه دور هم جمع شده بودن و مشغول تولید کفش و اینا بودن. یکی زیره بی آورد، یکی نمیدونم میدوخت، یکی چسب میزد، یکی نگین میذاشت. هر کسی یک کاری میکرد تو اون خونه. و وقتی که هر کفشی که تموم میشد تولید میشد و کنار گذاشته میشد، اعضای اون خونه همشون خوشحال میشدن. و جالبترش این که انگار تمام فرشتگان خداوند بیان پایین از خوشحالی اینا بیشتر خوشحال بشن، یک فضای خیلی زیبایی رو به وجود بیارن و فرشتگان خداوند دست تک تک اینها رو ببوسن. معنای اون اتفاق این بود. آره، حتی گلی که توی خونه اونها بود از شادی اینها شاد میشد. حتی تک تک سلول های اون برگ رو من میدیدم که در حال خندیدنن، در حال انرژی داشتنن، در حال پخش انرژی هن، از شادی، از خوشی، از حس و حال خوب. من فقط میدیدم و چیزی به من داده نمیشد، اما من لذت میبردم. اینا که تموم شد دوباره یک تصویری برای من باز کردن که دارم اون مرد مسن رو میبینم که دنبال کفششه. همون جایی که گم کرده شما پیدا کردین. آره. توی مسجد. تو افکار اون مرد مسن بود که اگه کفشم پیدا نشه مثلا چی؟ اگه پیاده قرار باشه با پای لخ برم خونه چی؟ حال و روزش بی انرژی بود، حال و روزش سخت بود، غم داشت. و باز من اون غم ها رو می دیدم اما به من داده نمی شد، اما منم ناراحت می شد. و وقتی که نشون به هم دادم و وقتی که کفش رو پیدا کردم جلوی پاش جفت کردم و اون مرد مسن گفت درد نبینه پاها جوون، به من نشون دادن که از اون تاریخ به بعد چه اتفاقایی برای من افتاد. من 3 بار با موتور تصادف کردم، موتور بهم زد. 1 بار از بالای درخت افتادم و 1 بارم تصادف خودم که بهم گفتم باید پات قطع بشه، ولی قطع نشد پام و پام هرگز آسیب ندید. و بهم نشون دادن که تموم این چیزایی که الان داری میبینی و برات به تصویر کشیدیم از همون دعای خیلی کوچیک اون مرد مسن که فقط گفت درد نبینه پاها جوون. وقتی کفششو جلو پاش جفت کردم حس و حال اون مرد خوب شد و تمام اون افکار منفی و غمگینی که توی وجودش بود برداشته شد و تا خونه که میرفت به من نشون میدادن که برام داره دعا میکنه و اون دعاها توی زندگی من تاثیر گذاشت. و مطمئنم تاثیر هم میذاره. یه جا دیگه هم از ایستگاهی که هیبت نورانی منو برد، من با همون هیبت دوچرخه سواری خودم توی قبل از تصادفم تو بلوار سجاد مشهد بودم. یک پشت چراغ قرمز یک ماشین شاسی بلندی پارک بود و بچه اینها که توی ماشین بود از سانروف سرش آورده بود بیرون و من شروع کردم به ادا اصول براش در آوردن و خندوندم این بچه رو. بچه هم قشنگ خندید، یادم دست گذاشت رو شونه مامان باباشو با انگشت منو نشون داد و من هم همینجوری داشتم شکلک در می آوردم. همشون خندیدن و تمام شد و رفتم. این چیزی بود که تو دنیا اتفاق افتاد و خودم شاهدش بودم. فراموش هم شده بود. آره.
و اون دنیا بهم اینا رو دوباره نشون دادن و برام باز دوباره بازش کرد. شما اون اصلا یادتون رفته بود؟ اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که به همچین کاری که من اسمش رو شکلک و دلغک بازی در میاد گذاشتم انقدر زیبایی داشت برام، فراموشم شده بود. ماشین رفت و منم به مسیرم ادامه دادم و تموم شد. اون دنیا برام بازش کردن که این زن و شوهری که بچه‌شون رو تو خندوندی در فلان تاریخ فلان ساعت فلان روز در حال متارکه و جدایی بودن. برام مثل یک فیلم نشون دادن که اون آقای کمی جلوتر رفتش گل فروشی پیدا کرد و گل خرید و به خانومش داد. اون آقا از خانومش عذرخواهی کرد، گفتش که خوشبختت میکنم، قول میدم که خیلی بهتر باشم برات. و خلاصه که خیلی حال همدیگر رو خوب کردن، خیلی حال همدیگر رو خوب کردن و من تمام اون زیبایی ها رو دقیقا اونجا برام باز میکرد که حامد با یک لبخند کوچولوی تو بی نهایت برای خودت بهشت ساختی، بی نهایت زیبایی بهت دادیم، بی نهایت حس و حال خوب بهت دادیم، بی نهایت هر چیز زیبایی که فکرشو بکنی بهت دادیم. اون خنده بچه باعث شد که پدر مادر دوباره شاد شدن و با هم دوست شدن، به هم انگار دوباره عشق ورزیدن و زندگیشون رو که میخواستن از هم متارکه کنن جدا بشن ادامه دادن. همه اینها رو به من نشون دادن که اون خنده تو، اون شکلک تو، اون ادابازی که تو در اون روز در آوردی و این بچه خندید انقدر تأثیرگذار بود، انقدر تأثیرگذار بود که حتی هر موقع بچه تو صورت پدر و مادرش نگاه میکرد کلی از انرژی ها و زیبایی ها و کلی از لذت بردنی هایی که وصف نمیشه رو دو دستی به من میدادن. هر موقع پدر و مادر با هم دیگه خوشوبش میکردن، پر از فضای عشق و صمیمیت و مهربانی بود، انرژیش رو به من میدادن، حس و حال خوبش رو به من میدادن و نشون دادن بزرگ شدن بچه رو حتی من رو به آینده بردن در یک مقطعی که بزرگ شدن بچه رو به من نشون دادن که هر کار خوبی که اون بچه انجام میداد باز هم به منم کار خوب میدادن. انقدر زیبا بود که تمام این رفتارهای پدر و مادر حتی تو زندگی‌های اطرافیانشون مثل یک زنجیره تاثیرگذار بود و خوبیاشو باز به من میدادن. میدونید خیلی سخته بخوام بگم یه خنده کوچولو، یک دلغک بازی کوچولو، یک ادا اصول انقدر به من حال خوب دادن، حس و حال زیبا دادن که من از اون لحظه به بعد، یعنی از وقتی که عمرم به دنیا بوده دیگه، توی مغازم همیشه به بچه‌ها یا شکلات میدم یا بیسکویت میدم. با اینکه خیلی بچه‌ها یادم خیلی وقتا از من میترسیدن، خیلی وقتا تو شرایط ناجور بودم باعث گریهشون حتی شدم. اما به خاطر چی؟ جناب موضوع من الان روز خیلی خوبمه که اینجا در خدمت شما هستم، روز خیلی خیلی خوبم. من 18 تا عمل جراحی کردم و آخرین عملم هم مربوط به قبل کرونا بود. یعنی بچه‌ها از ظاهر چهره شما میترسیدن؟ من ظاهرم به شدت ناجور بود که حتی برادرزاده خودم از من میترسید. من ظاهر خیلی ناجوری داشتم و الان الحمدلله لطف خداست که انقدر الحمدلله به لطف خودش پیشرفت کردم، بهتر شد. خدا رو شکر. از اینا که بخوام بگذرم و دوتا خوشگلش رو گفتم، دوتا از کار کوچیک خیلی کوچیک گفتم، خیلی خوشگله، خیلی دوستش داشتم. حالا میخوام یه کار کوچولو در عالم بچگی بگم، عذاب نیست، اینم دوست داشتنیه، پر از شور و شوق و
اینا رو توی همون مسیر تونل نشون میدادن دیگه. ایستگاه به ایستگاه هر قسمتی که میرفتی تو رو با یک اتفاقی از زندگیت آشنا میکرد، بعد برات بازش میکرد، به تصویر میکشید و مثل یک فیلم سینمایی سیر تا پیاز با پشت صحنه و عوامل پشت صحنه و هر کسی که دخیل بوده حتی به خرید اون سپایه، اون دوربین، همه اینها رو برات باز میکردن، نشون میدادن. حالا اگه بخوام یکی از قسمت‌های دردناک و سخت تجربه‌ام رو هم بگم، یه پیرمرد بقالی سر کوچه ما بود که از ناحیه گردن معلول بود. یعنی گردن این بنده خدا همیشه اینجوری کج بود. شما چند ساله بودین؟ شاید 8 سال، شاید 9 سال. به قول معروف ممیز بودین، یعنی بعد خوب رو تشخیص میدادین. آره، اون پیرمرد الان به رحمت خدا رفته، امیدوارم که روحش قرین رحمت باشه. من چند بار به اتفاق دوستم از اون بقالی پفک برداشتم یا حالا به اصطلاح دزدیدم. هر دونه از اون پفک هایی که دزدیده بودم و میخوردم در عالم شیطنت بچگیام، وقتی از گلوم میرفت پایین، اگه بخوام تشبیه بکنم مثل این اونه که یه گلوی خیلی زیبا مثل دانه های انار رو شما در نظر بگیرید، هر سلولی با نظم و ترتیب، با زیبایی خاص، با اون قرمزی زیبای انار مرتب یه جایی هست، اینجا هست انگار که هر دونه از اون پفک هایی که وارد دهانم میشد و از این قسمت میخواست بره پایین، تمام اون نظم و انضباط رو به هم میزد، تمام اون زیبایی ها رو به هم میریخت، هر دونه انار متلاشی میشد و انگار اعضای این قسمت دیگه دوست نداشتن به کارشون ادامه بدن، دوست نداشتن اون دیسیپلین و نظمی که خداوند خلق کرده رو و وظیفه‌شون بود انجام بدن و همشون حس فرار داشتن. یه جورایی، یا بخوام یه جور دیگه مثال بزنم براتون، تصور کنید هر دونه از این پفک‌ها که میرفت پایین مثل این بود که شما اگه بدن منو تشبیه بکنید به یک کشتی خیلی بزرگ، که یک موتورخونه خیلی مدرن و پیشرفته و امروزی داشته باشه، هر دونه از اون پفک‌ها که میرفت پایین یک حس چندش، یک حس حال به همزن، یک حس عق زدن، یک حس فوق‌العاده یه حس فوق‌العاده چندش به وجود می اومد و انگار خودم با دستای خودم یک میلگرد، یک میله و هر چیز آشغالی داخل چرخدنده اون کشتی می کردم و تمام ساختار اون کشتی از هم می پاشید، تمام موتورخونه کشتی رو انگار به هم می زدم و تمام نظم و انضباط و تمام سلول های بدنم با خوردن یک پفکی که از اون راه وارد بدنم شده بود به هم می ریخت. انقدر حس و حال خودم از خودم بد بود، انقدر از خودم متنفر بودم که دوست داشتم هزاران کیلومتر از اون واقعه دور باشم و هرگز نبینمش. سوره آل عمران آیه‌ای هست که می‌فرماید و آنگاه که انسان همه کارهای نیک و بد خود را در محضر خود حاضر می‌بیند، آرزو می‌کند کاش از کارهای بد خود در فاصله بسیار دوری قرار می‌گرفت. در پایان همین آیه می‌فرماید که خداوند شما را از خودتان می‌ترساند و الا خداوند با بندگان رئوف و مهربان است. خداوند در پی عذاب و کینه‌کشی نیست، خداوند شما را از خودتان می‌ترساند و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نفسی تازه کنیم و برگردیم.
و عاقبت این پفکی که دزدیده و خورده شده بود؟ یه حس و حال خیلی بد و ناجور و چندش و حال به همزنی درون کل بدن من به وجود اومد که با دیدن اون تصاویر حالم از خودم به هم میخورد. تو همون حینها بود که از اون مغازه‌دار هم چیزی رو مشاهده کردیم؟ اون مغازه‌دار رو من توی اون دنیا دیدم که از دنیا رفته بود. تو همین حینها بود که با دیدن روح اون مغازه‌دار که از دنیا رفته بود، انگار که من اونجا وایساده بودم، اونم جلوم وایساده بود، هرچی حال بد داشتش دادم به من. دقیقا فرض کنید به فاصله 3 متری من وایساده بود روح اون بنده خدا. اصطلاح هر چی که اوصاف بد و گناه داشت رو همه رو میدادم به من و هر چی که تا حالا زیبایی به من داده بودن رو تقدیم اون میکرد. روند انقدر تکرار میشد تا چهره ناراحت اون پیرمرد تبدیل به یک چهره شاد بشه، تبدیل به یک چهره خندون بشه. تو همین حال و هوا که بودم، غیر از خودم و روح درگذشته اون پیرمردی که جلوی من بود، چندین روح درگذشته دیگه میدیدم. هر کسی تو حال خودش بود، هیچ کسی به هیچ کسی کاری نداشتش. و وقتی من داشتم یکی یکی اینها رو نگاه میکردم، هممون یه جورایی جز یک نفرمون حال و هوامون بد بود. همه مشغول عذاب کشیدن بودیم. عذاب کشیدن این نه به عنوان آتیش، عذاب کشیدن از کارهای خودمون، عذاب کشیدن از جهنمی که خودمون برای خودمون تو اون دنیا ساختیم. حالم خیلی بد بود، خیلی عذاب داشتم، خیلی درد تحمل میکردم. چند تا روح درگذشته دیگر رو میدیدم تو همین حال و هوا بودن، اونها هم درد میکشیدن جز یه نفر. او خیلی خوب بود، حالش خیلی شاد بود، خیلی خوشحال بود، انگار که هر چیز زیبایی خداوند تو این دنیا برای ما خلق کرده رو به توان میلیارد برسونین و اونجا تقدیم اون روحی که من اونجا دیدم بکنین. اینجوری هرچی ما حال و هوامون بدتر بود، هرچی ما دردمون بیشتر بود، عذابی که خودمون برای خودمون ساخته بودیم بیشتر میشد، اون آقا رو میدیدم خوشحال، شاده و لحظه به لحظه خندونتر و مسرورتر. تو همون حین از هیبت نورانی که همیشه کنار من بود پرسیدم اون چرا انقدر حالش خوبه؟ برام به تصویر کشیدن همون ایستگاه صلواتی که داشتم با 2 چرخ ازش عبور میکردم. پسر همون پیرمردی بود که اونجا من روحش رو دیدم و اون پسر گفتم خیلی دست به خیره، خیلی خیرات میکنه برای پدرش، خیلی دل شاد میکنه با کوچکترین چیزا، با یک ساندویچ، با یک هدیه کوچولو
خودکار کاغذ مداد رنگی میگیره میبره برای بچه های بی بضاعت. یه روز غذا میبره مناطق مختلف، یه روز جهازیه جور میکنه برای خشت بی بضاعت، یه روز ایستگاه صلواتی میزنه و هر کسی هر چایی که توی اون ایستگاه صلواتی میخورد مثل این بود که زیبایی های کل دنیا رو به توان میلیاردها برابر انرژیشو تقدیم روح اون پیرمرد میکردن. تو همین حال و هوایی که بودم نمیدونم چی شد تو من، نمیدونم در وجود من چه اتفاقی به وجود اومد که گفتم انگار داد زدم، نه به هیبت نورانی نه به شخصی دیگه، اما انگار داد میزدم برای خدا، نمیدونم برای کی، ولی انگار برای خدا. همونجا بود که گفتم خدایا این عذابا رو از من بگیر، این دردا رو از من بگیر، منم میخوام حالم مثل اون آقا خوب باشه. قول میدم هر سال منم ایستگاه صلواتی بزنم. نمیدونم چی شد، ولی تا اون حرف رو زدم، تا اون فریاد کشیدم، تا اون عهد رو با خدا بستم، تمام دردهای من، تمام عذابهای من، تمام جهنمی که برای خودم درست کرده بودم انگار ازم گرفتن. یک آرامش خیلی خاص، یک آرامش خیلی ناب، یک حس فوق‌العاده، یک حس فوق‌العاده زیبا به من دادن. آروم شدم دیگه، هیچ درد و عذابی اونجا حس نمی کردم. هیبت نورانی دستشو گذاشت انگار روی شونه من و گفتش که برو به قولی که دادی عمل کن. و تو همون لحظات بود که روح من دوباره از سینه برگشت به جسمم. دیگه هیچی از اون عالم ندیدم و فهمیدم که روحم به جسمم برگشته. هنوز به هوش بودم، کامل دور و برم رو میفهمیدم، میشنیدم. یک آقایی دقیقا همون لحظه که انگار روح به جسم من از طریق سینم وارد شد، یا آقایی ظاهرا منو پهلو به پهلو کرد، انگاری که هر چی خون تو حلق من بود، انگاری هر چی سختی، درد، عذاب، هر چی اون دردهای جسمی که حین تصادف بر من وارد شده بود انگار از من رفع شد و دیگه خیلی آروم بودم. حتی شنیدم، فهمیدم که یک اورژانسی در حال رفتن به یک مأموریت دیگه بود. مردم اون اورژانس رو گرفتن، اون اورژانس مأموریتش رو واگذار کرد به یک یک آمبولانس دیگه. منو داخل اورژانس گذاشتن. یه نفر از راننده‌های اورژانس هیچ امیدی به من نداشت. اون یه نفر دیگه میگفتش تو برو علائم حیاتی دار. وقتی که به بیمارستان رسیدم دیگه، ضمن اینکه توی تمام این مسیرهایی که طی شد از فارابی تا خود بیمارستان امداد که بارو منتقل کردم و باز برگردوندم بردم بیمارستان امداد، کامل به هوش بودم، میشنیدم و خیالم راحت بود از این که من هیچ کارم نمیشه، نمیدونم چرا، و فقط تنها قصه‌ای که داشتم این بود که پدر و مادرم منو توی این وضع نبینن. نه دردی رو دیگه برام
سختی داشت، نه فکر خاصی میکردم، فقط و فقط به فکر این بودم که پدر و مادرم منو نبینن یکم بهتر بشم و خیالم از بابت این که زنده ام و دوباره عمرم به این دنیاست راحت شده بود. خیلی آروم و آروم بودم. و بیمارستان امداد که رسیدیم فکر میکنم، بازم دقیق نمیدونم، چیزی دیگه یادم نمیاد، هیچ یادم نمیاد. پزشکا که حیاتی در این نمیدیدن، یعنی به وضوح تو اون پرونده بود که فاقد حیاته. و من وقتی رسیدم روی بدن بیجان این بچه به ما خبر دادن، هرچی التماس میکردم به پزشکا گفتن ما حیاتی درش نمیبینیم که کاری براش بکنیم. شاید جز چند ساعت بعدش که فکر میکنم به هوش اومدم، پدرم رو دیدم و دیگه کلن چند روز بیهوش شدم و دیگه هیچی یادم نمیاد تا اینکه روز 15 16 به هوش اومدم و فهمیدم که تو بیمارستان. از گلستان‌های معطر خداوندی نفسی تازه کنید و برگردید. آقای طهماسبی از مرگ میترسه؟ از اینکه برای خودم عذاب ساخته باشم میترسم. از خودتون میترسه؟ از کارهایی که میتونم بکنم بد باشه میترسم. از مرگ اصلا نمیترسم. خیلی دوست دارم. چیزی که ترس داره خوبیاشو خیلی دوست داشتم. من زیبایی‌هاشو فقط 2 تا گفتم، اما زیبایی شاید صدها زیبایی دیدم که خیلی دوستشون دارم. خب و زندگی که الان درش هستیم چیست؟ خدا خیلی دوستمون داره که بهمون فرصت نفس کشیدن داده. پس تا نفس میکشیم برای خودمون دونه دونه کار خوب، کار نیک، کار پر انرژی، کار قشنگ انجام بدیم که اون دنیا یک زیبایی های منحصر به فردی رو داشته باشه. این دنیا فقط و فقط به نظرم برای این باحاله. چیزی دیگه واکنش افرادی که تجربه شما رو میشنون چی هست؟ من بی‌باورها، باورمندها؟ من تقریبا چند ماهی که این تجربه‌مو به اشتراک گذاشتم. قبلش فقط یک جزئیاتی به پدرم گفته بودم، حتی به مادرم هم کامل نگفتم که میدونم مادرها خیلی حساسن و زود ناراحت میشن و اشک میریزن. و الانم اینو بگم اگه خدایی نکرده احساسات مردم خدشه‌دار شد، اگه اشکی ریختن، من عذرخواهی میکنم، بدونن که من اهل شوخی و خنده و مهربونی ام. این اشکی اگه اومد اشک از مهربونی خدا بود که فقط و فقط اشک شوق میدونمش. من خیلی نمیتونم راحت این تجربیاتم رو به کسی بگم. باورها مختلفه و هر باوری قابل احترامه، اما از اونجایی که این برنامه
بود دوست داشتم توی این برنامه بگم. به هر حال شما هم سالها پژوهش و تحقیق توی این برنامه توی زمینه‌های مختلف انجام دادید در رابطه با زندگی پس از مرگ. برای همین اینجا گفتنش خیلی راحت تره، چون میدونم مخاطبانی که دارن این برنامه رو میبینن با درک این که خدایی هست و اون دنیایی هست دارن گوش میدن حرفای منو. برای همین راحته. اما اگه بخوام به دوستم که باورهای مختلفی داره این حرفا رو بزنم 100% مورد تمسخر قرار میگیرم، مورد قضاوت قرار میگیرم و خب طبیعتا هیچ کسی دوست نداره مسخره بشه، مورد قضاوت و یا دروغگو خطاب بشه. پس شما به جان خریدید طعنه ها رو و تمسخرها رو پیش آماده شدید و از خود گذشتگی کردید، حاضر شدید این رو همگانی کنید، علیرغم اینکه میدونید به شما هجوم میشه و شرایط زندگی شما ممکنه سخت‌تر بشه. درست عرض میکنم؟ سخت نمیشه. من معتقدم که اگه اونجوری که خدای مهربون بوده رو به ما میشناسوندن هیچ کسی از مرگ نمیترسید، همه عاشق مهربونی خدا میشدن. بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه کلامشو با رحمان و رحیم آغاز میکنه. الله رؤوف بالعباد. بله. ولی ما رو فقط از آتش جهنم ترسوندن. جهنمی من اگر درک کردم اعمال و رفتاری بود که خودم برای خودم ساخته بودم. خدامون فوق العاده مهربونه، فوق العاده دوستمون داره. من مهربونی خدا رو خیلی درک کردم. از این اتفاقی که براتون افتاده ناراحتید؟ هرگز ناراحت نیستم. همیشه گفتم خوشحالم، خیلی خوشحالم، خیلی دوست دارم اتفاقمو. من اگه 20 ساله بودم تصادف کردم شاید الان مثلا 27 سال 28 سال سنم باشه، ولی قد یه آدم شاید 40 ساله منو پخته کرد. خیلی کسا رو به من معرفی کرد، خیلی باورها رو به من شناسوند، خیلی آدمای مختلف رو به من شناسوند و خیلی دید منو به زندگی و دنیا و خدا باز کرد. یه جور دیگه بپرسم، حاضر هستید که سلامت ظاهری جسم رو که پیش از اون داشتید به شما برگردونن، اما همه این تجربه‌ای رو که داشتید از شما بگیرن؟ نه، تصادفمو بیشتر دوست داشتم. من گفتم من انقدر به چهرم حساس بودم که یه جوش روی صورتم میزد از خونه بیرون نمیرفتم. ولی خودتون رو بذارید جای من. چی شد که یه حاملی به وجود اومد که با 2 تا پرتقال گنده روی سرش تو جامعه تردد کرد، این ور رفت اون ور رفت، با یک چهره‌ای که بچه‌ها ازش میترسیدن میرفت بغل بچه‌ها بهشون شکلات و بیسکویت میداد و میخواد. فقط چیزی بوده، درکی بوده که مطمئنم غیر قابل وصف و غیر قابل توصیفه، که یک آرامش و یک اون چیزی که من گفتم اصلا غیر قابل مقایسه است. 100%. تصادفمو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. باورها رو ما نمیتونیم عوض کنیم، اما با رفتارمون خیلی کارا رو میتونیم تغییر بدیم. من خودم دوستانی دارم که زمین تا آسمون با من فرق میکنن، نمیتونم برم راحت باهاش صحبت کنم، اما با رفتارم میتونم کاری بکنم که کم کم به چیزی که دوست دارم نزدیک بشه. یه جمله بگم دوست دارم پخش بشه، این که اهل جاذبه باشیم، دافعه به وجود نیاریم، حالا چه در صدا و سیما، چه در فضای مجازی و چه در هر جایی. جاذبه به وجود بیاریم با هر باور، ادیان و عقایدی که داریم. جذب افراد خیلی قشنگ‌تره. بسیار عالی. اگر خلاصه تجربه خودتون رو بخواید در یک جمله یا چند جمله خلاصه کنید و به یادگار، به دوستی، به خانواده‌تون، به کسی هدیه کنید، چی میگید؟ کل دریافتی که از اون تجربه داشتید به طور خلاصه چی هست؟ خدا خیلی مهربونه.
و لحظه به لحظه زندگیمون حضورش در وجود ما هست، در اطراف ما هست، حتی توی لیوان آب خنک. اگه عاشق خدا باشیم نه ناراحت میشیم، نه غمگین میشیم، نه افسرده میشیم،